تو این ویدیو بزرگترین قلعه هلند رو با هم مرور میکنیم، اطرافش قدم میزنیم، تهش هم با هم دیگه توی میزش گم میشیم. سلام و درود. با یه ویدیوی دیگه در خدمت شما هستیم توی قلعه دهاغ، واقع در شمال غربی شهر اوترخت. همراه با دوستان عزیز اومدیم که این قلعه رو ببینیم و همچنین با شما یه سری اطلاعات جالب در مورد تاریخچه این مکان زیبا در میون بذاریم. بریم ببینیم که چه چیزایی رو امروز میتونیم با هم مشاهده کنیم. برخلاف ظاهر قرون وسطایی این قلعه، تاریخ این ظاهری که ما الان داریم میبینیم فقط برمیگرده به کمتر از 100 سال پیش. یه داستانایی رخ داده براش که با هم دیگه قرار متوجهشون بشیم. تاریخچه این قلعه برمیگرده به قرن 13 میلادی که خانواده فن دهاغ یا ون دهاغ اینو درست میکنن و تا سال 1440 در مالکیت این خانواده بود که بعد این خانواده مالکیتش رو میده به خانواده‌ای به اسم فند زویلن. اون موقعی که اینو درستش کردن اصلا این شکلی نبوده، یه قلعه خیلی ساده بوده. داستان‌ها پیش میاد که در نهایت قلعه تبدیل میشه به این چیزی که ما میبینیم. این ماجرای فن دهاغ و فند زویلن و اینا هم که ما داریم میگیم، فن یا ون که ایرانی ما میگیم در واقع همون از حساب میشه، مثل ون گوگ که مثلا میگیم اسم درستش به هلندی فن خوخه، ولی به فارسی ما میگیم ون گوگ. حالا بخوام مثالش رو بزنم، مثل کاشان مثلا میگیم کاشان، کاشانی، یا نیشابور، نیشابوری. اونجوری که ما میگیم خیام نیشابوری که ما داریم، در واقع ون گوگ نمونه اونه، ولی به شکل داچ، در واقع به شکل هلندی فن زیاد استفاده میشه تو اسما. الان اسم این خانواده‌ای که اشاره کردیم بهش فن دهاغ، در واقع منظورشون این بوده که مثلا دهاغ اگه کاشان باشه خانواده کاشانی. از قرن 15 تا 19 میلادی چند بار تخریب میشه، ولی انقدر سرتق بودن که هی درستش میکنن تا اینکه دوباره در انتهای قرن 19 و دیگه اواخر رنسانس بود، دوباره فرانسوی‌ها میان و اینو کلا با خاک یکسانش میکنن. یعنی و دیگه کامل تخریب هیچ یه سازه اولیه‌ای که داشت، وقتی که این اتفاق میفته به طور کل با خان یکسان میشه. بعد از تخریب‌های متعدد و بازسازی‌های مختلفی که تا قرن 19 اتفاق افتاد، سایه شوم سیاه از روی این بنا برداشته نشد و دوباره توسط فرانسه به مرز تخریب رسید و از اونجا به بعد دیگه هیچ کس حال ادامه دادن نداشت.
بعد از اینکه تصمیم میگیرن دوباره سازی بکنن این قلعه رو، ساخت قلعه رو میسپرن به دست معماری به شدت معروف به اسم پیر کایپرز. در رزومه خودش ساخت لوکیشن هایی مثل ایستگاه سنترال آمستردام و رایس میوزیم رو داشته که در نوبه خودشون خیلی ساختمون های جذاب و قشنگی هستند تو این کشور. پیر برای درست کردن این قلعه ورژن جدیدش میاد در نظر میگیره که اینجا یه خونه به شدت بزرگ و لاکچری خواهد بود، اما با دیزاینی که از دوران قرون وسطا الهام گرفته شده و به خاطر همین هم هست اول ویدیو که گفتم برخلاف ظاهرش تاریخچه‌ای بیشتر از 100 سال نداره، به خاطر اینه که در واقع همین 20 سال قبل بوده که این دیزاین و این ساختمون به طور کلی این سازه طراحی میشه و پیاده سازی میشه. این باغ‌های اطراف قلعه توسط همون معمار طراحی شده، اما الهام گرفته از معماری‌های فرانسوی و انگلیسی. یه فضای بسیار زیبایی رو در اطراف قلعه ایجاد کرده که اهداف اصلیش هم همین بود که نمای قلعه از هر جایی، از هر طرفی به بهترین شکل ممکن دیده بشه. الان از اینجا هم نگاه بکنین یه ترکیب بسیار زیبایی از قلعه و تمام سرسبزی اطرافش رو میتونید مشاهده کنید. برای ایجاد این فضا نزدیک به 7000 از درخت‌های این محوطه خریداری شد، به علاوه بسیاری از خونه‌هایی که داخل این شهر اوترخت و علل خصوص این روستا بوده خریداری میشه و تخریب میشه که فقط فضای رفت و آمد به قلعه به بهترین شکل ممکن فراهم بشه. یه چیزی در انتها اضافه کنم پشماتون بریزه، وسط هلند و این همه استایل که اینا خیلی دقیقاً و خیلی مبتنی بر قانونن، من و احمد مفتی رفتیم تو. بابا ما ولی خب ما الیجیبل هستیم داداش. ازتون خواهش میکنم هر موقع یکی از اشخاص قانون هلند این فیلمو دید با همون کاری نداشته باشید. 20 یوروه، هر وقت خواستی بگو میدیم. داش ما کارت ولی داریم. ما کارت داریم، جا گذاشتیم. بله بله. فقط چون رفتارمون خیلی انسان دوستانه و خیلی با شخصیت طوره، همه گفتن اوکی بیا تو، قربونت برم. از سال 2020 مالکیت این کل مجموعه منتقل میشه به یک بنیادی که ایجاد کردن به اسم بنیاد قلعه دهار و از اونجا به بعد این مالکیت به این شطر منتقل شد که اینا هر کدومشون باشن بعد 10 نسل 20 نسل همه وارثین این خانواده بتونن بیان سالی یه ماه اینجا بریز و بپاش کنن و عشق و حال کنن. آفرین. فکر کن مثلا الان این خانواده 10 تا نوه داره، تو این یه ماه اون 10 تا نوه حق دارن بیان یا یه ماه کلا هر تایمی دلشون بخواد واسه کل سال دیگه. شما حالا ایمیل بده من میرم صحبت میکنم ببینم. خیلی سوالم خوب تحقیق نکردی. آره ولی چه ویویی داره، به به همش گوشت. ردیف وایسید عکس بگیره. فیلمه ولی در مرکز میز هستیم. حالا وایسیم تو آسمون نگاه کنیم دعا کنیم. Sacrifice. بیا آنها هست بیا. کاری بکن دیگه. اینجا نیومدیم؟ از اینجا باید بریم. اینجا اومدیم ما. مسیر رو برعکس نباید بریم. چرا؟ اینو میگم وسط میز اونجایی بود که بودیم یا اینجا؟ بچه‌ها اینو باید بریم. نه بابا چرا؟ از اون اومدیم اینو باید بریم دیگه. میگه بریم. بریم. بکن کلاکش. تو که اون بالا رو میتونی بگیری، ما الان واقعا مرکزشیم. من احساس میکنم خیلی تا مرکز. بذار فیلم بگیرم ببینم چیه.
اینجا بودیم. الان اینجا بودیم؟ نمیدونم. الان اینجا بودیم. کجا چاپ باز شد؟ اینا اینجا بودیم. اینجا مرکزشه. رسیدیم بچه‌ها. بس اینجا بودیم نه. داداش ما رو اسکول کردی راجع مرکز. بیا اون همین برخوندی واسه من گفتم جای اشتباه وایسادیم کار نمی‌کنه. اینها هوری بیاله لاله هورا زیرین دولاله دولاله بخوی با من رسیدیم به پایان این ویدیو و این قلعه قشنگی که با هم دیگه مرورش کردیم. فالو و سابسکرایب فراموش نشود. حکمت همچنان باقی است. لایک فراموش نشود. زنگوله فراموش نشود. کلی جاهای قشنگ تو استانبول رو بریم با هم دیگه نگاه کنیم. استانبول نرو دیگه. ای آی من اومدم هلند حواسم نبود. در آمستردام و شهرهای هومه مثل کجبرامین. تا ویدیوی دیگر خدا رو نگهدار.